فریدا کجا میروی؟ یاسین مرا انتظار است. اگر با تو با نمیخوردم پولی آن شخص را نمیپرداختم تو را تا صبح در اینجا نگاه میداشتم. آن وقت پسرمان چیکار میکرد؟ هر یک تنگه دادت رو برمیگردانم. گپ در سر پول نه. درد من توی فریدا فرزندانمان. آخر بسر چی بلاهایی که نآوردی؟ رفته در آشخانه چرکین کاسه و طبق شویی میکنی. مگر با من زندگی کردن از این بدتر است؟ تازه کردن چرک طبق ها مشکل نیست شرف. من سالهای دراز چرکینی های تو رو تازه میکردم. وقتی که طبق رو یک بار میشویی در رویش چرک نمیماند. اما کاری کرده تو رو چیزی تازه کرده نمیتواند. Nasıl yandı? Hani durmaz dönerdi dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahit, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrılık. مادرجان کجا بودید؟ من رو خواطر کردید. با شما زنگ زدم جواب ندادید. خدایا تلفنم رو فراموش کردم. گوش کن یاسین. چرا دیر کردید میگویم؟ همیشه در همین وقت می اومدید. من کار رو بس کردم. دیگر در اونجا کار نمی کنم. آخر مدیر انسانی خوب بود. چی شد؟ کیستی؟ فریدا این منم شرف. پدرم اومده است. فریدا درو کشا. منو در اینجا شرمنده نکن. کشا میگویم. پسرم از اینجا روید. در همینجا میستید؟ در اینجا نمیستیم. کار کرده خونه اجاره میگیریم. پسرم تو یک طرف است. من با مادرت گپ دارم. دیگر چیزی برای گفتن نمونده. با مادرم گفته بودی که فریدا با شرف رفت. گویم هم میخوام که او نرود. نمیروم. تو رو دوست میدارم. با مادرت یک چیزی دیگر رو هم گفته بودم نگفتند. چی؟ اکنون نمیخواهم. Bilmezler nasıl sevdik aşkım, bilmezler nasıl yandı. Hani durmaz dönerdi dünya, biz
nasıl yandı? Hani durmazdı her dünya, biz deli sevdalıydık. Hani yıldızlar şahitti, neden görmezler artık? Kaderle bağlı iki alyans, bilmezler biz ayrılık. مرحبا. Adar, maro nashinoxten. یوسی Binet, naberaton. بیسرم تو کی اویلادور شدی؟ Oylador نشدم. تنها صاحب فرزند شدم. مثل شما. من همیشه میخواستم که مثل شما شوم. همیشه از شما عبرت میگرفتم. خدایا با هزار گناه به درگاهت آمدم، به سوی تو روی آوردم، به تو پناه می طلبم. درد خطاهای در قلبم بوده رو درک کرده پشیمان شده به حضورت آمدم. تو نگه دارنده و بخشنده و عفو کننده ای. درک کردم که به جز تو کسی ندارم. هر یک درد و رنج و عذابی که امروز به من می آید من قبول می کنم خدا جان. هر یک آتش و نوری که از جانب توست من راضیم، لیکن خودت ما رو تنها نگذار، ما رو ترک نکن. تو دعاهایم رو می شنوی، احوالم رو می بینی و از همه کارهایم آگاه هستی. به من کمک کن. امین امروز صحت و سلامت به من رسان. ما رو از این گرداب رها کن. پیش رو همون رو گشا. در نزد فرزندانم سرم رو پس نکن. خدایا به من راه نشان ده. چیکار کنم؟ آمین. صبح خیر عزیزکم. تبمون خیلی خوب است امروز. البته خوب می شود. آخر پریده رفت. از کودکا هم خلاص شدیم. از کمال هم رها یافتیم. در خانهشان هم جا شدیم. ولی میمون جاگی من.
مادر جان صبحانه تیار است؟ اینجا بیا. چی شد؟ چی شد؟ پسرم این مسئله کودک باز از کجا بر اومد؟ یاسمن گفت. پسرم تو عقلت رو خورده ای؟ کودک رو چیکار میکنه داخل؟ او خودش رو نگاه و بین کردن نمیتواند. کودک رو چطور نگاه و بین میکند؟ حالا میبینی یک دم زنت رو در دست میداری دلیدن کودک رو. پسرم همسرت به مثل کودک است. آخر کودک رو تولد میکنند، میخورانند، کلان میکنند. همین که کلان شد از تشویشش آزاد میشوند. لیکن همسرت یک عمر منتظر دست تو میشود. من راضیم که همسرم رو تمام عمر نگاه و بین کنم. فهمیدید؟ در اصل کودک رو من خواستم. همش رو ویران میکنی. باز کودک رو خودش خواسته است. گوش کن، امروز که جوانی مشکل نمی نماید. بعد از یک چند سال میدونی چی میشود. شاید جدا شوید. همین طور پسرم. مادر چرا اینطور میگویی؟ عمر نمیگذرد. آخر فرزند نداشته باشه جدا شده میروید. به شرف نگر. از پناه رهایی یافته نمیتواند. چرا؟ چون که در بین کودک هست. مادر شما چرا آن پناه رو با همسر من برابر میکنید؟ گوش کن، دیروز پدرش آمد. میگوید که دخترم رو گرفته میبرم. بهانه خوب است. مان را بر او رو فریست، خلاص شو. از او جونت رو خلاص کن. راست میگوید مادر جان، خلاص میکنم. لیکن باید اول از این خانه رها یابم، زیرا ما از همه خطای کلان را وقتی به اینجا کوچیدن عمل کردیم. با خدا من روز گفتم. هر کسی که نباشد همین رو میگوید. بگذار من رو بعد گویم. من مادرم. مادر جان باز چی میکوبید؟ اعلانهای کار رو از نظر میگذارونم. این دفعه با شرکت ها میخورم. در شرکت کار میکنید؟ نه، اینها واسطه میشوند. مثلا به شخص کارمند لازم است، تو رو به نزد اون شخص میفرستند. انا بین یک تا یافتم. با اینجا نزدیک است. میتوانیم با یک اتوبوس رویم. چی گفتی؟ با من میروی؟ البته میروم، مگر من شما رو تنها میگذارم؟ شرف پسرم، من خاطر شده ایستادم. آخر تو امروز باید می اومد. اگر به نظر رفیقش میرفت باید زنگ میزد. رقم تلفن رفیقشون رو دارید؟ نه آخر نمیدونم اون رو در کجا نوشته موندم. هوشم هم نمونده از پسرم. بیا رفتیم. با کجا؟ شرف آخر خودت گفته بودی که کودک رو در شناسنامه قید کجا میکنی. سراسیمایی؟ ما در فکری پدرمان هستیم تو باشی. روز بخیر شرف. خوب هستی؟ مرحمت. خانم سوره خوش آمدید. مرحمت گذارید. نه نمیدرویم. از آقای خریدین در خواطرم. پدرم در خانه نیستم. احوالشون کمی بهتر شد؟ با او چی شده بود؟ آخر دیروز در بیمارخانه بودن. من هم امروز گفتم یک احوالشون را پرسم. اینش برای چی؟ جای نخواهی به تو قهوه آماده کنم؟ نمیخواهم. یشر بیا یک بار دیگر نصیحت کنیم. دوگانه هم زن خوب است. کمی زن شوخ طبیعت است، لیکن انسان خوب است و کسی ضرر نمیرساند. آخر خودش خسته آمده است، برای من زحمت کشیده است. این خیلی کار رو کوبم هم نمییابم. آخر کلان سالان رو نگاه و بین میکنم. اگر امروز یا پگاه پدر یا مادرمان به این احوال افتند، آنها رو نگاه و بین نمیکنیم. مگر مرا میشنوی یشر؟ از این شب به کار شروع کنم؟ میلش شروع کن، لیکن خودم تو رو به کار برده میارم. میلش
سلام. فقط نگو که تو رو پیش کردن. با خدا پیشم کرد. من به تو گفته بودم که مرا به خانه آن زنی نیم دیوانه نفرست. خیر، چیکار کردی؟ چیکار میکردم؟ انگشترین گم کردهش را یافتم. با جای مینداری مرا از در پیش کرد. خوبی کرده هم خیر، کمی زوره و تولا میکردی. در این زمان از کجا این خیل خانه میابی؟ معاشت رو در وقتش میگیری. در یک قصر پرنوز نعمتی نزد بحر زندگی میکنی. آخر اویله مشهور است. دیگر چی لازم؟ ما خدا اگر صدر اعظم هم باشد دیگر پروا ندارم. چی در خانه یک عائله مشهور کار کنم گفته خودم را کشم؟ این خیلی آبرو در کار نیست. از جانم هم بیزار شدم. مرحمت، انا در آنجا پول کرده میوری. یگان زن در آنجا طاقت کرده نمیتواند. تنها من مانده بودم. مرا هم پیش کرد. اکنون خودش تنها در آن قصری با حشمتش با ناخن‌های 1 مترش کار کردن گیرد. دیگر نمیخواهم. انا اینشم تمام. حاضر. آی ناخنکم شکست. اکنون خوکای جمعشویی لازم. خیر اینش در کجا باشد؟ حاضر میبینیم. نه در اینجا بود هست. این رو هم یافته. من مرحمت. زود کار یافته میتوانم. اگر به تو اومد کند، اگر حاضر نفر زنگ زده کارمند خواهش کند من تو رو میفرستانم. اما این کار معلوم نیست. اگر زنگ زند من حتما تو رو میفرستانم. اما همون خانه که اون زن نو آمده گفت در اونجا کار کردن نمیتوانم. مرا به اونجا فرستید. تو تجربه نداری. اون کار برای تو نمیشود. در 2 روز پیش میکند. مگر نشنیدی؟ اون زن یک رو است. با کسی به آسانی اونس نمیگیرد. لیکن رود و این طرف هیچ کار پیدا نشود چی؟ انتظار میشوی. همین که پیدا شد به تو زنگ میزنم. فهمو؟ آخر بین مثل تو چند نفر در اینجا انتظارند. تشکری دیگرش. تشکر زیاد. سلامت باش. روز بخیر. روز بخیر. دیروز یک نفر رو با بیمارخانه اتان آوردم. خیریدین افیگل. رقم حجره اشون رو گفته میتوانید؟ یک لحظه. الحال در بیمارخانه همون شخصی با چنین نام نیست. اما این چطور میشود؟ دیروز به اینجا آوردند. حاضر میبینم. بله دیروز آورده بودن لیکن زود از تشخیص گذرانده جواب دادن. Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün anlarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur anlarımı. Bir küçük goncayı ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Bir küçük goncayı ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını, figanını. Vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın deniz tenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın
severiz seninle farklı bir desen. اکنون چیکار میکنه مادر جون؟ با مهمون خونه برمیگرده. با کوچه خندیلی رفته میتوانم؟ از اینجا با خندیلی رفته نمیتوانید. شنید من شما را تا اونجا برده میمونم. خیریت انا اکنون کار کرد. نصف روزی شد. چی میخوره؟ شاورما نمیخوریم، پیتزا هم نمیخوریم، گامبورگر هم ضرر دارد. ببخشید در این جای ها خانه کراکوینی ها بوده است. جوش رو نمیگویید؟ بله هست اما انیق جایش رو نمیدونم. شما با همین راه رفتن گیرید. بازگان کسی دیگر رو پرسید. سلامت باشید. با تو یک لقمه دی ها؟ کنی دهانت را گشا. چی؟ مگر هم اینقدر بد است؟ ای ایستو یک دقیقه ایستو تمام شد. حاضر کنی برور. یعنی خیلی بد است. شد حاضر یگون چی سپارش میدهیم. مرحمت خانم سیاد مرا جیانتان فرستادند. به شما یاردم چی در کار بوده است؟ گذر بیا. از این پیشتر در یگونجا کار کرده بودی؟ البته خوراک نمی پختم اما کار تازگی را خوب اجرا میکنم. هیچ نباشد یک قهوه تیار کرده میتوانی؟ چرا نه؟ خوب معلش یک قهوه تیار میکردی؟ خوب شد از خانم. ببخشید بفرمایید. خانه کراکوینی ها در کجاست؟ راست روید. دور است؟ نه کمی پایین‌تر. تشکر. سلامت باشید. نمیارزه. روز بخیر. من خانه کراکوینی ها رو میجویم. همینجاست؟ بله همینجاست. من برای کار آمدم. شما را هم خانم اشل فرستاد؟ نه کمی پیشتر یک نفر آمده بود. آمد به کار قبول کردند. به خدا نمیدونم. خودتون میفهمید. مرحمت گذارید. تشکر. بیا پسرم. مادر جون اینقدر خونه زیبا بوده است. حتی حوض هم داشته است. دیدم پسرم دیدم. مادر جون با بخچه‌اش نگاه کنید. یاسین بس کن. اینجا بیا. روز بخیر. مرحمت. من برای کار آمدم. کمی پیشتر مرا به کار قبول کردند. شما دیر کردید. قبول کردند. مبارک شود. خوش آمدید.
کی اومد؟ یک دقیقه انتظار شویم. یک زن برای کار آمده است. لیکن به من اونقدر معقول نشد. گوش کن، در اینجا من خلاصه میبرارم. زود جیغ زن. خوب شده است خانم. یک با عقلش یفت نشد. خوش آمدید. دیلک، این خانم رو با آشیانه دویم بر. در اونجا با او صحبت میکنم. خوب شده است. مرحمت. جانکم، تو در همین جایی است. من حاضر می آیم. مایلش خودی حاضر می آیم. مایلش. کودک همین جایی است. خوب شده است. از جایت نجون. اگر اون زن بیند احوالت بد می شود. شین دخترم، از خودت است؟ کودک رو میگویم، از خودت است؟ بله. با تو گفته بودند که به خانه من کودک نآوری؟ یا خودت به اینجا آمدی؟ نه، مرا آنها فرستادند. ای خدا، همه‌شون یک خیلند. کنی گوی تو این وقت در کجا کار کرده ای؟ در یک آشخانه کاسه و طبق میشستم. چند مدت؟ چقدر کار کرده ای؟ یک روز. تو اینقدر تجربه بای داشته ای؟ من هم تو بر این آدم رو میجستم. دخترم، تو مرا مسخره میکنی؟ من در نظر دارم که تو در یک گنج خوراک پخته ای. گفتنی هم که آشپزی کرده ای. کردم در خانه خودم. نتیجه تشخیص رو می آورد است و با چشممون می دیدیم. پینوری لعنتی در خانه همون ما رو روز نمی دهد. پدرت باشد قهر کرده رفته است. زیغ نشوید مادر جان، پدرم رو میابید. میافته است. از کجا میابی؟ فرض کردیم که یافتی، بعد چطور به خانه میاری؟ به من نگر، من از روی پینورت بیزارم، از 7 پشتش بیزارم. او از خانه پیش کن. من تا که طرفی تو رو میگیرم پسرم. از این تو زندگی بیزار شدم آخر. من هم گناه های شما را پنهان کردم. یاشر همسر اتیلا را گرفت، دم نزدم. شما دخترم را دزدیدید، چیزی هم نگفتم. چی شد؟ دوام دیم؟ یا اینکه کافی است مادر جان؟ با بالای نگر برآمده روم، وجدانتان را میگیرد. تو ایست پسرم، من میروم. من به تو نگفته بودم که از جایت نجون. زود به بیرون برو. زود باش گفتم. نیست در اینجا. یا خدا. توبه. دخترم گوش کن. مثل تو با من لازم نیست، میفهمی؟
با من یک آدم تجربه دار لازم است. غیر از این تو همراه کودک. امیدوارم مرا درست فهمید. فهمیدم. عذر میخواهم. لبای سلام، خوب هستید؟ اگر شما زنگ نمی زدید خودم به شما زنگ زده شما رو برای خوراک شام دعوت می کردم. بله بله، این طور باشد شما رو بگاه انتظار می شوم. تا بازدید. سلامت باشید. پسرم، پسرم در کجاست؟ حاضر همینجا بود. یاسین پسرم، خونو خوردی؟ ها خیلی خونو خوردم. چی شد مادر جان؟ شما رو به کار نگرفتن؟ نه، نصیب نبوده است. رفتیم. من به تو نگفته بودم که از جایت نجون. پسرم اینجا بیار. خاله جان چرا مادرم رو به کار نگرفتید؟ او خوراکای با مزه میپزد، سمبوسای ورقی و شیرینیا میپزد. حتی در روز زادروزی من یک تورت 3 قپته پخت، خیلی با مزه بود. یاسین پسرم چرا این طور میکنی؟ ببخشید. مادر جان خودتون به من گفته بودید که به ما پول لازم. بس کن پسرم، ما رو ببخشید. ایستا کودک رو سرده. کنی اینجا بیا. یعنی تو به مادرت بسیار باوری داری. مایلش بگذاریم بگاه هنرش رو نشان دهد. کنی بینیم تو چی درجه راست میبینی. فقط خرسند نشوید. حالا قبول نکردم، تنها میبینم گفتم. تو بگاهی برای سفر آماده شو. آقای غالب یگا مشکلی نمیبراید. به مشتری زنگ بزنیم. تو اینها را فکر نکن. ماشین های شرکتی خانم آسیه را برای این کار استفاده میبریم. حجت هایشان تازه است. پلیس آلوده نیست. سرحد را بیچون و چرا میگذاریم. از این پس همه وقت ماشین های او را استفاده میبریم. گمان نمی کنم یگان مشکلی براید. خانم آسیه به من باوری کامل دارد. لیکن ماشین را راننده های خودمان حی کنند. خوب شده است. امک این هدیه خوردکی که از جانب ما تا لباس خریده نتون استفاده برید. سلامت باش پسرم. به بازار رفتنی بودم اما بخیر است. بعضی جایان که ترو خالی گذاشته سراغه نزدیکانتون رو ننوشتید. سراغه من مین بعد همین جا. فهمایو مبادا یگان حادثه روی دهد ما با کی خبر میدیم امک جان؟ به شغل اهالی زنگ زنید مرا آمده میبرم. مرا نادرست فهمیدید امک جان. من بیماری رو در نظر دارم. مبادا بیمار شوید با کی خبر دهیم؟ نخواد یگان خیش تبر نداشته باشید. همسایه هم میشود. شرف برای چی برآمده میروی؟ پدرم نیستم. خودم تنها از پس کدام کار دوم؟ تا وقتی که من اینجایم پدرم بر نمیگردد. نمیفهمی؟ نه من تو را خیلی خوب فهمیدم. تو برای برآمده رفتن بهانه میجویی. پدرم که رفتن همه ای بار خانه رو بر دوش من پرداخته برآمده رو میشود؟ البته
همه گناه رو شرف میکند. امیر باشد اصلاح میکند. او تماما گناه نمیکند زیرا که با عقل است. شرف و خود آقای عیب است. از خود کلان رو درس میدی. مادامی که همه چیز رو میدونی کنی گویی. چرا دخترم رو نیافتی؟ امینه در کجاست؟ شرف من کاری از دستم آماده رو میکنم، فهما؟ تو به کاری من دخالت نکن. پس تو چرا دخالت میکنی امیر؟ آقای شرف خواهش میکنم. سرکمیسر آروم شوید. من میروم. دیگر پایم رو به اینجا نمیگذارم. برآمده رو. سرکمیسر من هم برگشتن از آن نمیخواهم. آروم باشید. الو مادر جان، یاشار توی پسرم؟ شما گریه میکنید؟ نه پسرم نه. حالا گپ زدن نمیتوانم پسرم. بگویی به من زنگ زن. مایلش. ایستید صبر کنید مادر جان، کنی به من گویه چه واقعه شده است؟ خیر پسرم خیر. حالا وقتی گپ زدن نیست. تو بگو پسرم. چی شد؟ بیچاره مادرم گریسته گوشک رو موند. باز میروی؟ تو دیوانه شده ای لیلا؟ من چطور میروم؟ آمدنم رو نوسیر شد. خدایا به خانه مادرم رفته نمیتوانم. این چه روز است؟ از پنهان شدن بیزار شدم. پشیمان شدی یاشار؟ خودت دیده ایستاده. اینقدر فداکاری، اینقدر دروغ. امیدوارم مرا پشیمان نمی کنی لیلا. همه جای خونه رو نغزه که توزه کن. اگر پسند آیی هر هفته تو رو جیغ میزنم. فهمیدی؟ برای چی او رو جیغ زدی؟ لازم نبود. لازم نبوده است. خیسته رو بچین کن کلینی خوردی؟ اگر از جایم خسته میتوانستم تو رو از مویقایت گرفت از خانه دفع میکردم. به من نگر. معیوبم گفته از خود نرد که روزت رو سیاه میکنم. از دستی تو همه ای کار میآید. کژ و میتگی بوریا. باطینت پر از کبر و غرور، حسد پر شده است. دمت را گیر. با زبانی در روزت رو از بیخش نبرم. مرا فهمیدی؟ آپا یک به من نگاه کنه. در پیش پایم نگرد. جوانها را خالی کنم. بسیار چیزهای نادر کار دارم. بله همه جوانها رو خالی کن. یگان چیز نماند. همش رو پرتا. آپا این را گیرد شاید لازم شود. اینش باش چیست؟ هر چیزی باشد حتما از فریده است. وای وای وای. زود باش جورا جان، زود باش. جورا جان خبری خوش رو نشنیدی مگر؟ امشب سراینده نو می اومده است. کی است که با کجا می آید؟ اگر دیسک کلوب باشد من نمیروم، گناه است. دوستم این روزها میگذرند. امشب سراینده زیبا می اومده است. چی رفته با او خوش آمدید نمیگویی مگر؟ براستی کی بوده است؟ من هم او رو میشناسم. به خدا ستاره آسمان گویم، ماهی آسمان گویم نمیدانم. از رویش نور میبارد، مثل ماهتاب است. نامش باشد لیلا بوده است. کس را مفتون میکند دوستم، مفتون. گپ بین خودمان ماند، پایش از پایان تا بالا میتواند. شما چی میگویید؟ چرا با من نگاه کرده گپ میزنید؟ علامت کرد، گینیت رو کرد. و هر کجای خواهم نگاه میکنم، خواهم با دیسک کلوب رفته لیلا را تماشا میکنم. من اون چشمانت رو کافته میگیرم. باز گپ میزنید؟ من عرق تو رفید بگیرید. شما چی ها میگویید؟ وظیفتون نشان بده.
دوانه رو بگیر. انا سمت بابون دستو چک اسکور کردن بتواند. سمت من باش خوش اسکور کردن بتوانی. اسکور کردن بتوانی. چیکار شده؟ اکیلا تو یخلا یک روز به جنگ کردن میتوانی. از دیوانگی‌هات بیداشتم. نباید اینجا. روزت رو سیاه میکنم. حالا میبینی باتون ایشان میدیم. فرما اونها رو برید زودتر. مرکز اکنون ربید. چیزی چاره آجام کنی در شبید اینجا. اعتماد رو گیر. عذر میخوام ناراحت نمودم. لیلا همینجاست. لیلا برای گرفتن سند انداز رفته است. امروز کارو سر میکند. صاحب خانه پرسیده است. درستی کارو سر میکند؟ شما خبر ندارید؟ آخه کار رو با او شما یفتید. آن کار رو میگوید. در اول راضی که نشد من گمان کردم که کار نمیکند. خیر من روم تا بازدید. با لیلا سلام رسانید. آن دختر کیست؟ فراش؟ تو از کی پرسیده فراش رو جیغ زدی؟ از کجا با او پول میدهی؟ الکای دادی؟ اگرچه در یک کنج جوانتان پنهان کرده اما یک بلا کرده یافتم. نرسید به بالایش پولهای خودم را همراه کردم. دفعه دیگر بسیارتر گذارید. چی تو پول فراش رو از پولهای پنهان کرده من دادی؟ آفرین به تو. چرا من بر وقتتر نآمدم؟ شرف در کجاست؟ به جای کارش رفت. یه دخترم بغیر از تو همه کار میکنن. یک بیناموسی در خانه می نشستگی تویی. آیلم رو پراکنده کردی. قرض یگان چیز دیگر نه. همش خشک شده است. یگان نفرش رو نگاه بین نمی کنم. فقط گپ می زنم. بس هست. دیگر باید
چیگم؟ شرف در کجایی؟ در جای کارت؟ دیگر جای کار نیست پینان. شرف هم نیست. گوش کن شرف، اگر همه این رو برای کودک کرده ایستاده باشی دیگر دروغگویی نیست. پنهانکاری هم نیست پینان. همه چیز کشاد و روشن است. مادامی که خیری دید پسری من از قبول میکنم. به صورت حسابش پول میگذارم. چه خیل پول؟ تو چه میگویی؟ میگویم که رفته حیات نو را آغاز کن پینان. شرف مادرجان از همه خوراک‌های با مزه‌ات رو پس پسرم چون هر وقت کرده ایستادم. کنی موی‌هایت رو جمع کن. خوب شده است. نخود در آشخانه موی‌هایت رو سر دهی. دیلک به تو دست پوش نداد؟ نه. کنی دستانت رو نشان ده. چرا؟ ناخون‌هایت رو دیدن میخواهم. با فکرم از این خوراک ما هم میخوریم. همینطور نه؟ خیریت کوتاه بودند. حالا باشد شورباب است. کودک باید خوراک آبدار خورد. شما کودک دارید؟ پسرت باید از آشخانه نبراید. از او با خبر باش. زیق شدید؟ نه پسرم، چرا زیق شوم؟ راست میگوید آشپز باید به تازگی رعایت کند. همینطور نه؟ اینو گرفته به اونجا توجه بده. همه حجت ها درست است. نوشی جان. تشکر. از پایی کوشش. آقا گوش میکنم. فهمیدن شد. میدانی گلدره، در اصل شرف برای تنه کردن حق دارد. میفهمم اکات است، لیکن من کوشش‌هایت رو خودم دیده ایستادم. میدونی خفه نشو، اون دو حق است. نمیدانم، کاش امینه را میافتیم. سردارم گمان میکنم یک چیز یافتیم. چی بوده است؟ یک قسمی معلومات های دیسک ویرانه رو برقرار نمودیم. خیر. راننده خانم آسیا تنها نبوده است. لیکن با ما گفت که در ماشین خودش تنها بود. بله. شخصی همراهش بوده را میدانید؟ نه، کی بودنش رو نمیدونیم. خیر هیچ گپ نه، به زودی کی بودنش معلوم میگردد. تو رفته راننده را به امنیت بیار. خانم آسیا را نیز به اینجا میخونیم. کو یک بار با او صحبت کنیم، فهمم؟ ایتوار سردار. از پس کار شد. بیهوده شبهه نکرده اید خانم آسیا. دخترچه در همون خانه زندگی میکرده است. یگان معلومات پیدا کردید؟ از آدمان پرسان شدم. راستی در باره‌اش آنقدر سخنانی خوب نگفتند. تماما حیران نشدم. کودک بیهوده از خانه نگریخته است. پدر و مادرش جدا شدند. مرد همسرش را فریب داده است. غیر از این بینیکاه از یک زن پسردار هم شده است و بعد آن زن را به همسری قبول کرده است. نخود همه این راست باشد. همسر اولش خانه را ترک کرده است. نفهمیدم. یعنی این چه لایله بوده است؟ دری نگذشته دخترچه همراه اکش از خانه گریختند. مادری کودکان حالا در کجاست؟ از همسایه‌هایشان پرسیدم. گفتند که روز عید آمده بود. بعد از آن عقلش به سرش آمده، پسرش را گرفته بار دیگر خانه را ترک کرده است. یک oiله پراکنده گوید. وقتی که مادر وظیفه‌اش رو اجرا نکرد البته همین فعل می شود. عذر میخواهم. شوربا تیار شد. پرسیدنی بودم که به کودک برم. این وظیفه دیلک است. به او گوی برد. مایلش. نام دختر چیست؟ امینه. امینه. صبح خیر سردارم. مگر او راننده عمت نیست؟ آها، یک چند مدت برای ما خدمت میکند. بس است اکنون. نفهمیدم. شما تماما از حد گذرانده. باز برای کمال به اینجا آمده. با فکرم خبر ندارید. کمال دستگیر شد. این دفعه برای راننده آمده. با ما یک خبر رسید که به شما علاقه دارد. دیدید دائما نام شما میبراید.
من بیانات را داده بودم. باز میدهید. مرحمت. چه گپ است؟ مرحمت. چیزی نیست جونکن. یعنی که تو خبر داری. بس کن تیمور. امینه حسرت تو خیلی گرسنه مانده ای. اشتهایت آمد؟ خیلی بامزه است. کنی من یک بار مزه شوربایت رو فهمم؟ بسیار بامزه. ببخشید خانم اشیل زنگ زده گفتند که راننده‌تون رو پلیس ها بردن. یک تای دیگر شما رو منتظر. چه واقعه؟ پلیس برای چی آمده است؟ تو به هر کار بینیت رو نخلان. کارت رو کن. خانم آسیا؟ بله منم. همراهی من به امنیت می روید. برای چی؟ در همونجا می فهمید خانم. مایلش دیلک پالتو هم رو بیار. شما در بیرون منتظر شوید. من حاضر می برم. گوش کن. نمون که آنها به بالا بروند. فهمیدی؟ از آنها چشم نکن. خوب شده است خانم. گفته بودی آن دختر چه خشدون است. به من دروغ گفته بودی. مجبور بودم چون که به عمم قول دادم. من شوهر تو هم حق دارم که همه چیز را دانم. چی مگر تو یگون بار به من دروغ نگفتی؟ یگون سیری مخفی نداری؟ گفتنی هم که هر یک آدم به خودش سیری مخفی دارد. خواه در گذشته باشد خواه حاضر. نه من گفتنیم که یک کودکی را که تماما نمیشناسد به فرزندی قبول میکند. حق او را به تو برابر میکند. به فکر من اما چیکار کردنش را نمیداند. مهر همین خیل است. بعضا انسان از مهر زیاد چیکار کردنش را نمیداند. برای حمایت نزدیکانش کاری را میکند که اصلا نکرده است. خودت نمیفهمی اما میکنی. اما همین خیل. تو از حاضر به فکر احمد راضی شدی. دیگر حاجت به گپ زدن نیست. یگان روز وقتی که میراث رو در پیش چشمانت به او دهد شاید آن وقت سخنان مرا بار دیگر به یاد آری. در کودکیم همیشه همراهم خط کرکنک داشتم. همه خطاگی های دفترم را تازه می کردم. کاش خطاگی های امروز همراهم تازه کرده می توانستم. شخصانی را که می خواهم از حیاتم دور کنم یک یک تازه می کردم. تنها چهره آنها می ماند. چهره فرزندانم. در چنین حالتی که از همه حتی از حیاتم هم روی گردانیدم بازم فکر آنها را از سرم دور کرده نمیتوانم. به قدری گفته پدرم نو رسیدم. انسان تا فرزنددار نشود بعضی چیزها را نمیفهمیده است. اکنون میدانم به هر کجایی که نروم چهره پاکی آنها همراه من میرود. آن دستان خردکک به وجدان من پای گذاشتند. پدر چرا این طور کردید گفته تمام عمر از من میپرسند. از حاضر میگویم شما را دوست میدارم. خیلی هم دوست میدارم.
مادرجان با حاجتخانه رفتن میخواد. پسرم دستانم روغنی‌اند. تو رفته از اپای دیلک پرس حاجتخانه رو به تو نشان میدهد. پسرت کجاست؟ به حاجتخانه رفت. من به تو نگفته بودم که به هیچ جا نرود. به حاجتخانه هم نرود. نه نرود. تو در اینجا چیکار میکنی؟ لبای شرف. فریده به مهمانخانه رفتم. نیستید. در کجایید؟ من بر اومدم. کار دارم. برای چی زنگ زدی؟ دیگر حقی سوال دادن رو هم ندارم. خیلی میلش. من برای یاسین زنگ زدم. پسرم رو دیدم میخواهم. مادرجان اپای دیلک بگاه میبینی؟ بگاهی نه. فریده حاضر میخواهم. من در راهم. به کجا میروی؟ سوال نداده سراغ شرف. سراغ ادراده گفتم. شب 13 نوامبر در کجا بودید؟ در خانه بودم. به بیرون بر اومدن رو اونقدر دوست نمیدونم. مخصوصا شبها از خانه نمیبرم. راننده‌تان چند وقت است که با شما کار میکند؟ مدتی دراز. ماشینتان همه وقت در دست او میایستد؟ نه، ماشین در خانه من میایستد. هرگاه که به او لازم شود میگیره. اون شب ماشین در خانه من بود. این دخترچه را میشناسید؟ یا شاید در یگان جا او را دیده؟ با دقت نگاه کنید. نه، نمیشناسم. اما دستور یک بوده است. خوب چه گفت؟ زنش همراهش بوده است. پس چرا در پرسش اول تنهایم گفت؟ گویا ترسیده است. خانم اوسیا یگان چیز گفت؟ از او نیز یگان چیز فهمیده نتوانستیم. خوش چیکار میکنیم؟ برقرار کردن نوارهای کامیراهای نظارتی را انتظار میشویم. سلیم یک نفر را یافته است. برقرار کردن میتوانم میگوید. کو بینیم از آن نوارها یگان چیز میبرد یا نه. آن وقت میفهمیم که راست میگن یا دروغ. بیا رفتیم. فریده تو در اینجا چی کار میکنی؟ من مین و در همین جا کار میکنم. آخر اینجا خانه است؟ میدونم. من کاری خانه رو میکنم. یعنی خدمتگار؟ خدمتگاری میکنی؟ شرف در نزد کودک بس کن. چی حال داری پسرم؟ خوب هستی؟ پدر جان به کجا میروید؟ به یک جای دور. آنها رو هم میبرید؟ کیا رو؟ اپای پینار و پسرش رو.
نه کاری دیگر ندارم. خیر شرف، من باید از پس کارهایم شوم. با جای دور گفتم فریده، چرا خاطر نمیشوی؟ تو همیشه از من دور بودی. سفرت بی خطر بود. نروی پسرم. نروی پدر. بگذار در خانه ما هم هر شب چراغ فروزان گردد. همه چیز رو از نو آغاز کنیم. شما از کار برآمده به خانه آیید. ما باشیم شما را در نزد در پیشواز گیریم. دویده چیزی در دستم بوده رو گیرید. مثل هر شب در درونش یک نان و 2 شکلات باشه. میشه پسرم. مادرم خوراک‌های دوست داشته‌تان را پزد. در نزد تلویزیون خوابتان برد. من شما را با بوسه بیدار کنم. نروید پدر. همینجا مونید گویی. پدر جون. بیشتر. پدر جون. کاش من نمی اومدم باز ناراحت نکنم. چه خیلی ناراحت؟ خانم آسیا بیگانه نیست خیر. غیر از این به من همراهی می نمایی. مایلش گذارید. خوش آمدید. مرحمت. خوش باشید. مادر جان، من رفتن میخواهم. پسرم، ما به خواهش خودمون رفتن نمیتوانیم. خانم آسیا رو انتظار میشویم. بین حالا مهمان ها هم نآمدند. یاسین، با اونجا نرو، اینجا بیا. مرحمت، خوش آمدید. خوش باشید. شام بخیر. بیایید من گیرم. مرحمت. خانم آسیا نیستن؟ کمی پیشتر زنگ زده گفتن که در راهن. حاضر میرسن. یگان خواهش دارید؟ نه تشکری زیاد. به فکرم یگان کاری مهمشون برآمده است. مرحمت. خیر است خانم جانم.
به فکر فرو رفتی؟ نه همین طور نگاه دارم. مادر جون چی شد؟ مادرم همینجاست. براستی؟ پسرم ایستا با اونجا نرو. برای چی؟ بیبی هم رو دیدن میخوام. آقای غالب همراهش. خیر چی؟ سختش نموندم. چی شد خانم جان؟ من رفته یک قدر آب نوشم زود می آیم. به خدمتگار گوید میارد خانم جان. نه خودم میروم. آشخانه‌شون به فکرم همینجاست. حاضر می آیم.